ساب گذره بچه داریم نداریم با هم دیگه دوباره با آرمان بریم بازی روبلاکس، اما این دفعه قراره 5 گیم خفن 5 تا از خفن ترین گیم های فوتبالی روبلاکس رو با هم تست کنیم. اولیش همینی که دارید مشاهده میکنید، فوت آلفا. خیلی بازی چیزیه، نسبت فیزیکش واقعا قویه، فیزیک خوبی داره گیمش. حالا قرار اول با این تست کنیم و سپس گیمایی یکم فیزیک و منطقش پایین‌تر میاد و بریم دیگه ببینیم چی میشه. بچه الان فهمیدم که چیزه، اولی کوبیش رنگت پایین نمیتونی بده بدی، همینجوری رندوم. اشکال نداره، اونو پیامش هم میذاره دیگه براتون همین الان اینجا. و اشکال میریم گیم دیگه، یه گیم دیگه جایگزینش میکنیم که این گیم دوم بود که الان اومده گیم اولی، یه گیم فوتبالی دیگه هم میریم به جای اون. یعنی بچه هدف این بازیمون جز این که قراره با هم دیگه بریم بازی فوتبال بکنیم، هدف دوممون اینه که چیزه، خب بچه بالاخره آرمان از اونجا برگشت. فقط مشتاقم اینه که چقدر گل زده تو اونجا، چون که من قبلا بازی رو 18 هیچ بردم، 18-1 هم چیزی بود. فقط من 18 تا گل زدم. خواستم ببینم آرمان چقدر گل زده تو اونجا. این نه، این سیو کنترل نه، کدوم پس اینه نه کدومه؟ آها خب تایم رو انتخاب میکنیم با کشورها رو، کشورهای جام جهانی همشون هم هستن، نه همشون هستن نیستن. چرا آقا آرژانتین، من اسپانیا. ببینیم چی میشه. یا حضرت عباس الله، یا ابوالفضل. اوه آرمان چه تکنیکی، بذار جلوش آسون بگیریم. همین چیکار میخواد بکنه؟ عمرن گلش کنه. بده من حاجی وایساد اونجا، حاجی هم تکنیکای آفسایدی بلد. آره جدی با آرمان گرفت دستش. آرمان خیلی بازیش خوب شده. بله گلم زد، خدایان گل قشنگی زد. تا این گلش نمره 8 من میدم. آره 8 من میدم. این دیگه ادامه رو چیکار کنیم؟ ادامه رو بخوایم چیکار کنیم؟ یه دریبل گل دوم هم زد. بهتره هم دنبالش ها. پرتغال هم البته بگم. یه دریبل ای دلغک. بله حاضر میشم 20 را بیفتیم. باش. چه تصمیم گرفتیم که یه مچ تموم شد. شک نمیزنه. چه آمان رو گفت ایفکی میشم دوستان کاری داشته باش، چون که دارم چر میریزم بس ای وارد ایفکی یه بزنیم حالا ایفکی واقعا هست یا نه. فکرم الان ایفکی در اومد خودش نمیکنه دیگه این دفعه. چیکار کرد؟ برگردون داشت میزد. واو ازش برگردون نمی 2-3-4 این ویدیوهای فوتبالی هم بذاریم.
خیلی آروم زدم واجی، خیلی آروم زدم. من اونجا گل بعدی هم میزنم. پاس 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 پاس. بیا آرامش بیلیم، چون آرمان دیگه نمیرسه به ما. اصلا آفسایدیه دیگه، میدونید آرمان آفسایدیه و نمیاد. اصلا همینجا وای میستم، چیکار میخواد بکنه؟ این که دیگه حال نداره بیا. عجب دلقکیه وای، عجب دلقکیه باشی. تو هم هم ساعت آروم میکنی؟ به نازم تاکتیک ماکتیک خوبه ها. I remember hiding, I was shy and I had stage fright. I remember crying, I just want you to be alright. Want you to be okay, okay baby, alright. Want you to be okay. دمت گرم دروازه‌بان. خاک تو سرت دروازه‌بان. حاجی دروازه‌بانمون باگ. آرمانم انقدر میاد اینجا. ای وای ای وای ای وای ای وای به محمد ایدری. آرمان این چه کار کثیفی آرمان. منم که تو فرار کنم از دستش، تک سری میزنه رو. باختم. بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید.